سلام، من ستایش حلیمی هستم از جمهوری اسلامی ایران و همراه همکارم محمد ریاحی اینجاییم تا حد امکان از محیط زیستمون مراقبت کنیم. مسئله‌ای که ذهن ما رو خیلی به خودش درگیر کرده تولید و انباشت روزافزون پسماندهای الکترونیکیه. در کشور ما ایران سالانه چیزی حدود 700,000 تن پسماند الکترونیکی تولید میشه که از این حجم زیاد فقط 15% به چرخه تولید و بازیافت برمیگرده. مقدار زیادی از این پسماندهای الکترونیکی به دلیل فلزاتی که در اون وجود داره سوزانده میشه که خب این مسئله باعث تولید و انباشت گازهای گلخانه‌ای میشه که خب باعث آلودگی محیط زیسته. در کنار اون فلزاتی که از این پسماندها باقی میمونه باعث آلودگی آب و خاک میشه. پسماندهای الکترونیکی فقط 3% از پسماندهای کل جهان به خودشون اختصاص دادن، ولی 70% آلودگی‌های جهان به خاطر پسماندهای الکترونیکیه. یه مثال ساده براتون بزنم. یه گوشی همراه فلزاتی که در اون وجود داره میتونه تا 600,000 لیتر آب آلوده کنه. کاری که ما سعی کردیم انجام بدیم اول از هر چیز ایجاد آگاهی رسانی درباره پسماندهای الکترونیکی برای مردم بود. با توجه به همین مسئله تعدادی پوستر طراحی شد و یک کمپین عمومی مجازی با کمک دوستانمون در قالب پلتفرم اینستاگرام انجام دادیم. با انتشار استوری های متعدد تونستیم بیش از 20,000 بازدید در خصوص این پوستر داشته باشیم. در کنارش برای مدارس برنامه حضوری برگزار کردیم و برای مؤسسات آموزشی شهرستان هم همینطور که در مجموع بیش از 1000 دانش آموز رو تونستیم به طور حضوری توجیه کنیم. با توجه به اینکه این دانش آموزها میتونن به طور غیر مستقیم روی خانواده هاشون اثر بذارن، پیش بینیمونه که روی 2000 پدر و مادر هم حداقل اثر گذاشته باشیم. در کنارش توی نقاط مختلف شهر مثل داروخونه و رستوران ها هم پوسترهای اطلاع رسانیمون رو نصب کردیم و در جاهای مختلف شهر هم سطل‌های جهت جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی به مدت 5 روز قرار دادیم. ظرف همین مدت کوتاه چند روزه و با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی‌هایی که به خاطر شرایط داخلی کشور توی همین زمان‌ها ما داشتیم، تونستیم حجم قابل توجهی پسماند از انواع لوازم خانگی گرفته تا موبایل و باتری و کابل شارژ و وسایل دیگر رو جمع‌آوری کنیم. این نشون میده که ما تونستیم اثرگذاری خوبی روی مردم داشته باشیم و در مرحله‌ای که خیلی برای ما مهمتره یک آگاهی رسانی عمومی برای ایجاد یک هشدار در ذهن مردم داشته باشیم. در مجموع بابت این پروژه ارزیابی که ما داشتیم روی چند مورد بود. اول از هر چیز ما تونستیم یک حجم خوب پسماند رو ظرف مدت بسیار کوتاهی جمع آوری کنیم. این نکته رو بگم که ما الان در زمان یکی از برنامه‌های دینی مهممون یعنی برنامه 40 هستیم و بسیاری از مردم الان سفر هستند و دسترسی به خیلی ها نداشتیم. برای همین با اینکه ما در شرایط تعطیلات و مسافرت بودیم و آگاهی رسانی رو ظرف مدت 5 روز صرفاً انجام دادیم، حجم خوبی رو تونستیم جمع آوری کنیم. در کنارش با توجه به آگاهی رسانی که تونستیم در قالب رسانه ها، اینستاگرام، گروه های تلگرامی و بسترهای دیگه انجام بدیم، تونستیم تعداد افراد قابل توجهی رو آگاه کنیم. حداقل ما 20,000 نفر رو از روی استوری اینستاگرامی در خصوص پسماند الکترونیکی آگاه کردیم و همین کار کوچیک ما میتونه کمک قابل توجهی به محیط زیست باشه. خب ما پسماندها رو جمع آوری کردیم و در حال حاضر قصد داریم که اونا رو دسته‌بندی و قطعه کنیم. با نهادهای تخصصی بازیافت صحبت کردیم و بعضی از شرکت‌های فناور گفتن که بعضی از قطعات داخل این پسماندها رو میخوان. برای مثال فن‌های کامپیوتری قابلیت استفاده چندین باره دارن و یا کابل‌ها و
و شرکت‌های فناور خیلی از این قطعات استقبال میکنن. با شرکت‌های بزرگ هم جهت مشارکت و تحویل پسماندهاشون صحبت کردیم و قول دادن که در مراحل آینده بتونن به ما کمک کنن. همه اینا نشون میده که این کار امکان رشد و بازار توسعه بسیار زیادی داره، چه در قالب بازیافت پسماند الکترونیکی و چه در قالب جداسازی و فروش قطعات یدکی.